الکساندرا نیکیفورووا در نقش آنا، دستا کوکتمی در نقش هوشیار، علی احساندرو در نقش سلطان محمود، امل چولگچن در نقش اسما سلطان. داستانی عاشقانه و زیبا از عشق سلطان محمود به کبوتر گیر افتاده در قفس، معلمی زیبا به نام آنا. سلطان قلبم. چی شده؟ یه خواب دیدم، اونم خوابی که اصلا نباید میدیدم. والا هرچی دیدی صورتت انقدر شاد بود که انشالله حقیقت داشته باشه. اینجوری نگو، حرفتو پس بگیر، زود باش پس بگیر. چی شده تو؟ چه خوابی دیدی؟ نه به هیچ وجه نمیتونم بگم، خودمم فرض میکنم اصلا ندیدم. باید از پادشاه فاصله بگیرم. آره این بهترین کاره. پس خوابت به پادشاه مربوط میشه. چرا باید ازش فاصله بگیری؟ اینو بگو لااقل. حتما باید این کارو بکنم، حتی اگه بشه اصلا یه مدت باهاش رو در رو نباید بشم. آره این کارو باید بکنم. صلاح در اینه، هم برای اون هم برای من. دستور حضرت سلطان محمود خان. خیلی خوب نامیک پاشا، از تو شروع میکنیم. لایحه‌ای که خواستم آماده کردی؟ آماده کردم سرورم. تو لایحه ینیچری درج شده. درباره وضعیت سلاح و مهمات به طور کامل شرح دادم. خوبه. خب اون یکی موضوع چیه؟ اول از همه جای اسلحه خونه و ریختگری که قرار درست شه خیلی مهمه. همون جوری که خواستین یه جای بزرگ. اسلحه خونه؟ آقایون، پاشاها، اصلاح ینیچری به تنهایی کافی نیست. تو همه چی باید از زمانه جلوتر باشیم. یه اسلحه خونه میسازیم که ریختگری و انبار باروت هم داشته باشه. عذر میخوام سرورم، مگه ما اسلحه خونه و انبار باروت نداریم؟ خدا رو شکر داریم، ولی کم سری پاشا. زمانی بود که ما بهترین سلاح دوران و خاصترین باروت رو میساختیم. همه غرب از ما اسلحه میخریدن، ولی الان وضعیت تغییر کرده. ما داریم از اونا سلاح میخریم. باید اینو فوراً تغییر بدیم، هرچه زودتر با همه توان. سرورم، چطور میخوایم این کارو بکنیم؟ طبق دستور شما وقتی غرب بودم با یه مهندس روس که متخصص این کار بود ارتباط گرفتم. به زودی میاد. عالیه. به اذن خدا به زودی مکتب‌های خودمون رو تأسیس میکنیم و مهندسای خوبی پرورش میدیم. آقایون، در آینده کسایی که نتونن از سلاح خودشون استفاده کنن نمیتونن پیشرفت کنن. سرورم، درست میفرمایی، ولی شما میدونین که اگه سلاح جدید وارد ینیچری بشه، چون میدونه به دنبالش لشکر جدید میاد، قبول نمیکنه. فکر کنم مقاومت کنه. پس تو چه کاره ای آقا خالد؟ متقاعدشون کن، حتی اگه لازم شد تهدیدشون کن. لزوم استفاده از سلاح جدید و کاملا برای اونا توضیح میدی. من؟ بله تو. میدونم که با ینیچریا رابطه خیلی خوبی. حداقل این رابطت یه جایی به درد بخور.
میتونین بریم. آقا ظاهیر، بگو بهجت مولا بیاد اینجا. وسایلی که میخواستی جا به جا شد. خیلی تو فکری. از صبح یه جا نمیتونی وایسی. از آقا خالد منتظر خبرهای مهمی هستم ولی خبری ازش نیست. نگران نباش، حتما میاد. خیلی نزدیک شده بودم. به همه چیزایی که میخواستم داشتم میرسیدم. تسلیم نشو اسما. اون تخت حق توه. تسلیم نشدم والدم، ولی اول از همه من باید اشتباهات بقیه رو جبران کنم. سرورم، هر کار لازم بود کردیم. هر راهی فکر میکردیم رفتیم، ولی این آدم خوب به شو نیست. میترسم به شب نرسه. باشه بهجت مولا، تو میتونی بری. بگو خانم معلم رو بفرستن. نامیک پاشا، حالا که خوب شدی و میخوای کاراتو انجام بدی، بذار یه وظیفه بهت بدم. با موسی بریم تو قهوه خونه‌ای که عارف میرفته. قشنگ تعریف کن، بگو عارف زنده است و اسم تک تک کسایی که توی مسئله آرد دخیل بودن و گفته، بذار همه بشنون. منظورتون اینه که میخوایم ببینین کی دست پاچه میشه؟ دقیقاً، به قول معروف جنگ یه فریبه. صبح بخیر کبوتر. یالا بیا دنبالم، پادشاه منتظرته. نه، من نمیتونم بیام. باید از پادشاه فاصله بگیرم. باشه، منم همینو میگم بهش. نه 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 نه، اینجوری نه. اصلا مگه میشه گفتم چین چیزیو؟ پادشاه درخواست کرد باید بری نقطه. سر این موضوع توافق کنیم لطفاً. باشه، من میام، ولی تو صورتش نگاه نمی‌کنم، با فاصله وای میستم. تو بیا برو پیشش، بعدش به خودت مربوطه. میخوای پایینو نگاه کن، میخوای بالا رو. آره، فکر خوبیه. همین کارو میکنم. اینجوری بهتره. آره. آدم عاقل که به پست من نمیخوره. ازم خواسته بودین که شام امشبو با تجار پرودوتوسی بهتون یادآوری کنم. ممنونم. صبر کن. عرابه سفارت رو فوراً حاضر کن. میخوام برم قصر. چیزی شده دیمیتری؟ نه. میخوام آنا رو ببینم. میخوام این مسئله کوچیکو حلش بکنم. بعد نیست این مرهمیو که گفتی یه امتحانی بکنیم، طرف کم مونده بمیره. با امتحان کردن که چیزی از دست نمیدیم. درست میگم آنا؟ آنا، دارم با تو حرف میزنم، نمیشنوی؟ چرا تو صورتم نگاه نمیکنی؟ چون که آفتاب میزنه تو صورتم، واسه همین نمیتونم سمت شما نگاه کنم، ولی بفرمایید دارم گوش میکنم. خدای من، هر روز یه چیز جدید. امروز هم این در اومده. این مرهمی که گفتی و میتونی یه امتحانی بکنی؟ همون که روز اول گفتی. بله بله بله، گفته بودم، پس حتما آمادش میکنم، ولی گیاهای دارویی نیاز دارم. به حکیم بگو بهت کمک کنه. باشه، پس دیگه میتونم برگردم سرورم؟ خیلی خوب، بفرما. ظاهیر، آفتاب زده رو صورتم؟ نه سرورم، امروز هوا آفتابی هم نیست. عجب، خیلی عجیبه. تو برو پیش این معلم، هرچی لازم داره رو براش فراهم کن. اطاعت سرورم.
جفری کالفا تویی؟ بی خودی زحمت نکش، اینا رو نیار، من نمیخورم. صالحه، چرا اینجوری میکنی؟ چرا لجبازی میکنی؟ ببین مریض میشی یا چقدر واسه پادشاه مهمه. تازه اگه اینا رو لایق من میدونه من هیچی ازش نمیخورم. چی بگم؟ خودت میدونی. زعفران؟ نه بابا دیگه چی؟ آقا ظاهیر، لطفاً این آقایونو بی زحمت ببر بیرون، وگرنه من یه چیزی میگم که بد میشه. معلم دیدین چی گفت؟ مرهم میخواد درست کنه، حالا انگار خیلی حالیشه. مرسی آقا حکمت. خب اوضاع خوبه؟ راضی هستین؟ دوباره خونت نون میرسه؟ خدا رو شکر موسی. خدا سایه پادشاه از سرمون کم نکنه. به لطفش خونمون پر از برکت شده. ولی اونایی که این کارو کردن و پایتخت و گشته نگه داشتن، اونا کیا بودن؟ چرا مجازات نمیشن؟ مجازات اونایی که ما رو به این روز انداختن و میخوایم ببینیم. اینطوری که نمیشه. هیچ نگران نباش، وقت اونم میرسه. از این دزدا یکی به اسم عارف لنگ تیر خورده بوده. حکیمامون مداواش کردن. به زودی مثل بلبل اسم همشونو میگه. امروز فردا کسایی که پشت این قضیه یکی یکی دستشون رو میشه. ایشان کارت ساخته است آقا فردا. روز بخیر. روز بخیر سفیر دیمیتری، ولی نمیتونید برید داخل. به چه دلیل؟ یه دستوره. به خاطر اینکه وضعیت ویژه است. یه مدت رفت و آمد به قصد ممنوع شده و تمام کلاس‌های رسمی به تعویق افتادن. من باید برم. مسئله مهمی هست که باید در میون بذارم. ممکن نیست. دستورات کاملا واضحه. کسی نمیتونه بره داخل. زمانی که دوباره بتونید وارد بشید به سفارتخونه خبر میدن. بسیار خوب. حالا که دستور دادن، پس دیگه نمیشه کاری کرد. نهایتش یه خواب بود دیگه. پس چرا اینقدر تو مخمه؟ داره میاد ولی این بار دیگه خواب نیست. بدانا ظاهیر، اینجا اتاق قلیون نیست که معلم رفت توش؟ بله همینطوره. شما اینجا بودی؟ ولی نفس نمیشه کشید. لااقل یه دری پنجره‌ای باز کنید. رفتارش این روزا خیلی عجیب شده. البته هر جور که راحتین. خب دیگه خوش بگذره. روز خوش. یالا ببینم چی کار میکنی. ها دیدی؟ تو هر جوری بازی کنی بازم شانس میاری. من چند شانسی پسر؟ این کارو به دسته. دست چی فکر کردی؟ بازی کن لفتش نده. فتا پاش رو باید حرف بزنیم. الان وقتش نیست. خدا بهم نظر کرده. اول تو قمار برنده میشم، بعد که پول جمع کردم تو عشق. باید بریم. بریم. بلکن الان عشق و عارف زنده است. اونطور که شنیدم مثل بلبلم حرف میزنه. چی؟ کجا میری؟ واسه ادامه بازی تو انجام بده. خفه شو.
چی میگه تو مردک؟ یعنی چی عارف زنده است؟ اون آقا صلاح داره با این پاشایی که از غرب اومده بود تو قهوه خونه. چی بود اسمش؟ نمک پاشا. آره خودش بود. خودش میگفت عارف تیر خورده بود، نگو نمرده. از اون روز تا حالا هم تو قصد داشتن مداواش میکردن، حالا هم خوب شده و گفته کیا پشت نقشه قحطی بودن. که اینطور؟ همینطوره. تا شنیدم یاد تو افتادم. اگه این آدم حرف بزنه اولین اسمی که بگه توی فتا. چی داره میگه مردک سگ؟ تا شنیدم اومدم اینجا به فکرت بودم. بهتره یه مدت اینجا آفتابی نشی، حواست باشه نری خونت. راست میگی. تو باغ سیب مادرم قایمت میکنم، به کسی هم نمیگم که اینجایی. ای ولالیه، فقط داشتی میومدی دور و برتو خوب نگاه کردی؟ کسی تعقیبت نکرد؟ نه، دور و برمو خوب نگاه کردم، کسی نبود. باشه، از شب میبینمت، ولی مواظب باش کسی نبینتت. من اول باید برم یکی رو ببینم. یه حساب دارم که باید صافش بکنم. اون وقت میرسم به این قضایا. اکسلانس چی شده؟ منو به قصر راه ندادن. منو سفیر روسیه رو به قصر راه ندادن. دیمیتریا بخور یکم آروم بشی. به من نگو آروم باش. مهم نیست. برای دیدن آنها یه راهی پیدا میکنم. من بگم اینا رو بیان جمع کنن. با اجازتون اکسلانس. یا هم امروز روز منه نه آقا زهیر؟ به لطف خدا مثل همیشه. تو نباشی کی هم این کارامو تایید میکنه؟ یه روزم نمیگی سرورم مبالغه کردم؟ استغفرالله، سرورم من کی باشه؟ داشتم با خودم میگفتم امروز یه چیزی کمه. معلم کنجکاومون احتمالاً این اطراف نیست. خانم معلم، سعی نکن قایم شی، دارم میبینمت. سرورم، چرا از من قایم میشی؟ چرا ازتون قایم بشم؟ نه، داشتم قدم میزدم، شونم و گم کردم. خدا رو شکر پیداش کردم. الانم داشتم برمیگشتم به قصر. خیلی عجیبه، گیر ندادی که منم میخوام تیراندازی کنم. بالاخره یه موضوعی پیدا شد که معلم کنجکاومون بهش علاقه ای نداره. همینطوره. روز بخیر. خیلی خوب، پس قبول میکنی که زنا هم یه چیزایی رو نمیتونن انجام بدن؟ نه، قبول نمی کنم. به نظر من زنها هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن و توش موفق بشن. اجازه میدی؟ البته. باید اینطوری بگیریم. اینطوری. نخندین، خیلی سفته.
چطوری میگیری؟ قدرت رو باید از شونت بگیری، نه از بازوت. تیر باید یه ذره نوک انگشتت رو لمس کنه. نباید با چشمت، باید با عقلت نگاه کنی. چی شد الان؟ نمیتونم. آنا کجا؟ دیگه مطمئن شدم که اون داره از من فرار میکنه. اینجا فتح، چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنم؟ خب خواهیم میشم. شنیدم که عارف زنده است. حتما نصف مطالعه به پادشاه گفته. کی اینو گفته؟ از کی شنیدی؟ حکیم گفته. نمک پاشا تو قهوه خونه گفته. همه شنیدن. آره درسته، عارف زنده است. ولی با گیاه هیچ فرقی نمیکنه چون تو رخت خواب خوابیده. با این چشمام دیدم. حرف زدن که هیچی، نفسم نمیتونه بکشه. امروز فرداست که بمیره. راست میگی؟ واقعا عارفو دیدی؟ از کی تا حالا به حرفام شک میکنی فتح؟ از کی تا حالا؟ میگم با چشمام دیدم. تو حرفای منو باور نداری؟ به نظرم پادشاه برای اینکه شما رو تو تله بندازه این شایعه رو راه انداخته. تو هم باور کردی. ببین، من با این اون کاری ندارم. یارو زنده است. به هر حال من سریع باید از اینجا برم. و اسما سلطان بگو در کیسه رو شل کنه. به خاطر اون اربابی ما از دست دادم. طلای زیادی رو میخوام. باید از اینجا برم. دقیقا همینا رو بهش بگو. یادت باشه آقا خلید، من گیر بیافتم شما هم گیر میافتین. سرورم جوری تعریف کردم که کسی تو استانبول نمونده که زنده بودن عارف رو نشنیده باشه. عالیه. الان چشم از ینیچری بر ندارید. به موسی بگو چند نفر از معتمداشو تو میدون بذاره. حتما اونی که پشت این قضیه از خودش رو لو میده. آرنامیک، اگه کسی یکی رو هر جا میبینه فرار کنه، این چه معنی میده؟ این کسی فکر کنم یه خاتونه، درسته؟ فکر کن همینطوره. به نظر من این میتونه دوتا معنی داشته باشه، یا دوتا فرضیه باشه. یا دوست نداره و به این دلیل فرار میکنه، یا اینکه میترسه عاشق شه، به این دلیل فرار میکنه. سرورم، اگه اجازه بفرمایید برای یه مسئله شخصی بیرون میخوام برم. البته میتونی بری. دارم روزامو میشمارم. البته بعضی موانع سر راهم هست، ولی همه رو پشت سر بیزارم و به زودی به این شهر حکومت میکنم. حس میکنم. سلطانم، سلطانم، به خاطر اینکه تو تجربه اول موفق نشدیم قرار نیست عقب نشینی کنیم. فعلا این ضایعات قضیه آرد رو تمیز کنیم. بعد از اون اسما سلطان رو به تخت میشونیم انشالله. خب وقتی اسما سلطان به تخت بنشینه البته لازم میشه یه همسر داشته باشه. یه زن تنها که نمیتونه دولت عثمانی بزرگ رو اداره کنه. اون وقت منو برای ازدواج انتخاب میکنه. حتما میگی پس من چی میشم؟ یه چشمت که داره خاک رو نگاه میکنه به احتمال زیاد تا اون موقع دنیا رو ترک میکنی. شب بخیر خانم.
ندیمه یه سری به لبیب خانوم بزن، بازم سینی انداخت. میریم ویلای اسما سلطان. چشم آقا. بریم سمت ساحل ویلای اسما سلطان. آنه تو خوبی؟ از صبح جسمت اینجاست ولی روحت انگار یه جای دیگه است. نکنه به اون خوابی که دیدی مربوط میشه نه؟ یادآوری نکن لطفاً. من هی میخوام فراموش کنم ولی همه جا میاد سر راه. خیلی خوب باشه، من میرم اتاق موسیقی یکم قانون بزنم. تو هم میای؟ نه، من میخوام زود بخوابم. خیلی خسته شدم، از بس دویدم. ظاهر به انبر بگو معلم رو صدا کنه. چشم سرورم. آقا خلیل گوشم با توی چی کار کردی؟ سلطانم موفق شدم برم پیش این یارو ولی نتونستم کاری انجام بدم چون پادشاه اومد توی اتاق. نه نگران نباشین، بویی نبردن ولی به نظر میرسه ممکن نیست که بشه بهش نزدیک بشم. آخه خیلی اتاقش رو تحت نظر گرفتن. که این تو؟ یه موضوع دیگم هست سلطانم. پادشاه امروز خبر انداخته توی شهر که عارف زنده است. امروز با فتاح روبرو شدم وسط کوچه. علنا منو تهدید کرد که اگه گیر بیافتم همتون رو لو میدم. نه بابا، به نظر من بهتره به اندازه کافی بهش طلا بدیم و از استانبول گورش رو گم کنه. درست میگی آقا خلید. از فتاح هر چه زودتر خلاص بشیم به نفعمونه. ولی اگه به من باشه، اگه برای ابد از شرش خلاص بشیم خیلی بهتره. یعنی بهش میگی طلاها رو بهت میدیم و گولش میزنیم. بعد وقتی که اومد پیشت میکشیش. معلم منم انبر آقا. بفرمایید. بیا انبر آقا. بی خودی آماده شدی برای خواب. پادشاه صدات میکنه. نمیتونم بیام. به پادشاه بگو مریضه. یه بارم مثل آدم بیا خاتون. یه بار خستم کردی. نمیتونم بیام. زوره مگه؟ بگو مریضه. چی میخواد بشه؟ من چطوری دروغ بگم به پادشاه؟ ماشاءالله از من بهتری. هرچی میخوای بگی بگو. نمیام. همین. فهمیدی؟ تصمیمم قطعیه. خدایا خودت صبرم بده. فردا همون کاریو که بهت گفتم میکنی آقا خلیل. البته سلطانم، شب پیش وقتی شنیدید که نمیک پاشا تیر خورده خیلی حالتون بد شد. میشناسیدیشونو؟ از بچگی میشناسمش. با هم بزرگ شدیم. آدم نگران میشه وقتی میشنوه. درسته.
هر اتفاقی که بیفته بهتون خبر میدم. منتظر کسی هستی؟ نه. کی میتونه باشه این موقع شب؟ ریحان برو ببین کیه. روز خوش. اومدم اسما سلطان رو ببینم. بیا. سرورم معلم نیومد نه؟ معذرت خواهی کرد، مریضه. از صبح که حالش خوب بود. الان چشه؟ چشم بود. انبر. سرورم از من بپرسید هیچ چیش نبود. خیلی هم ماشاءالله خوب بود، ولی گفت که بگم مریضه. که اینطور آخه خاک بر سرم شد. وقت خوابه دخترها، زود باشین، زود باشین، وقت خوابه. دستون. تو برای چی از من فرار میکنی یا نه؟ زود باش بگو ببینم. بگو میشنوم. من از شما حرفو نپیچون. گفتم چرا ازم فرار میکنی؟ جواب بده.